22 سپتامبر 2023 بالاخره بقایای سوزان مورفی پیدا شد. 3 سال بعد از اینکه یهویی ناپدید شد، اونم توی 10 می 2020. اداره تحقیقات کلرادو CBI موقع یه جستجوی جداگانه تو شهرستان ساگواچا به طور اتفاقی به بقایای سوزان برخوردن و همین باعث شد پرونده معروف و یخزده ناپدید شدنش دوباره جون بگیره. زندگی سوزان مورفی پر از دردسر و تناقض بود، مخصوصا چیزایی که از اون روزا یادش می اومد. همین باعث شد پلیسا اول از همه شکشون بره سمت شوهرش، چون از نظر اونا این یه پرونده قتل بود. ولی خب یه سری مدارک جدید پیدا شد که کل تحقیقات 2 ساله پلیس رو زیر سوال برد. 70 تا بازرس بیش از 1000 ساعت روی این پرونده کار کرده بودن. 135 تا حکم بازرسی صادر شده بود و بیش از 400 نفر مصاحبه کرده بودند تا آخرش پلیسا مطمئن شدند که باری رو به جرم قتل عمد همسرش متهم کنند. ولی خب بعداً چون مدرک کافی نداشتن و کلی اشتباه مدیریتی پیش اومده بود، کل اتهاما رو برداشتن. با این حال بیشتر مردم هنوز مطمئن بودن که باری قاتله. اما وقتی بقایای سوزان رو حدود 80 کیلومتر دورتر از محدوده جستجو پیدا کردن و تست DNA نشون داد که قتلش احتمالاً به یک قاتل زنجیره‌ای مربوطه، همه چیز دوباره عوض شد. الان کلی سوال پیش اومده براتون که واقعاً اون روز چی سرش اومده؟ آیا باری خیلی زرنگ‌تر از چیزیه که پلیسا فکر می‌کردن؟ یا شاید یه نفر دیگه از دایره نزدیک به سوزان باعث مرگش شده؟ سوزان مورفی 11 آوریل 1971 به دنیا اومد. اسم پدر مادرشون جین و آدریان بودن و 2 تا برادر داشت به اسم دیوید و آندرو. هر کی سوزان رو میشناخت میگفت آدم فوق‌العاده‌ایه، باهوشه، مهربون و همیشه به فکر بقیه است. سال 1998 وقتی هنوز دبیرستان میرفت با باری مورفی آشنا شد. 6 سال با هم بودن و بعد ازدواج کردن. باری یه بازیکن بیسبال خفن بود. حتی تیم تورنتو بلوجیز باهاش قرارداد بسته بود. توی همین حین سوزان هم توی دانشگاه داشت رشته آموزش و پرورش میخوند. ولی بعد شانسی آورد. یه آسیب جدی دید و حرفه ورزشیش تموم شد قبل از اینکه درست شروع بشه. بعد مسیرش رو عوض کرد و رفت تو کار باغبونی و فضای سبز. اون موقع سوزان 4 سال بود که معلمی میکرد تا اینکه باری شرکت فضای سبزش رو راه انداخت که با گذر زمان حسابی گرفت براش و موفق شد. اون 2 تا با هم زندگیشون رو ساختن و 2 تا دختر داشتن، مالوری و میسی. زندگیشون تو ایندیانا واقعا شبیه عکسای خوشگل مجله ها بود تا وقتی که سوزان فهمید سرطان داره. ولی اون زن قوی تر از این حرفا بود. 2 بار با سرطان جنگید و هر 2 بارم شکستش داد. سال 2018 خانواده مورفی تصمیم گرفتن از نو شروع کنن. واسه همین رفتن مزویل، کلرادو، هم یه هوای تازه بخورن، هم نزدیک دخترشون باشن، چون که اون توی دانشگاه وسترن استیت درس میخوند. خونه‌شون فوق‌العاده بود، یه ملک خوشگل 7 هکتاری وسط طبیعت، جایی که باری میتونست بره شکار. باری هنوز به عنوان پیمانکار کار میکرد. تازه داوطلب آتش نشانی هم شده بود. سوزان هم تدریس رو گذاشته بود کنار و بیشتر وقتش رو برای کلیسا و ورزش میذاشت. 2 چرخ سواری تو کوه براش یه تفریح جدید بود که حسابی ازش خوشش اومده بود. اگه تا اینجای ویدیو اومدی و هنوز لایک نکردی، یه لایک بزن که بدونم از این پرونده ها خوشت میاد. از بیرون که نگاه میکردی خانواده مورفی یه خانواده بی‌نقص بودن، ولی پشت اون ظاهر قشنگ داستانای زیادی قایم شده بود که همش بعد از اتفاق 10 می 2020 شروع شد. 10 می روز مادر بود، ولی اون روز یه جور دیگه شروع شد. باری و دخترها از خونه رفته بودن بیرون و سوزان تنها مونده بود. باری گفته بود باید بره برای یه پروژه فضای سبز تو شهر بروفیلد که 3 ساعت با میزویل فاصله داشت. دخترها هم رفته بودن کمپینگ. قرار بود همشون تا شب برگردن خونه تا روز مادر رو با سوزان جشن بگیرن. ولی اون جشن هیچ وقت اتفاق نیفتاد. اون شب دخترها بهش پیام دادن تا روز مادر رو تبریک بگن،
ولی هیچ جوابی نگرفتن و این خیلی عجیب بود، چون سوزان همیشه تو شبکه‌های اجتماعی فعاله. اما ساعتها گذشت و هیچ خبری ازش نشد. آخرش مالوری و میسی به همسایه‌شون مارتین ریتر و زنش زنگ زدن تا برن یه سر به سوزان بزنن. خانم ریتر حدود ساعت 4 تا 4 و نیم بعد از ظهر رفت سمت خونه مورفی ها، ولی وقتی رسید خونه خالی بود. با باری تماس گرفت و جریان رو گفت. باری بهش گفت بره ببینه دوچرخه کوهستانی سوزان هست یا نه. اگه نیست سریع به پلیس زنگ بزنه و دقیقاً همون کارو کرد. پلیسا اومدن سر صحنه و باری با دختراش با عجله برگشتن خونه تا بفهمن چی به سر سوزان اومده. چند ساعت بعد پلیس اولین سرنخ جدی رو پیدا کرد و اون سرنخ مسیر کل پرونده رو عوض کرد. دوتا مأمور دوچرخه کوهستانی سوزان رو پایینگی دره پیدا کردن، ولی اون دره زیاد از خونشون دور نبود. توی نگاه اول به نظر می اومد شاید تصادف کرده باشه، ولی وقتی نزدیکتر شدن هیچ نشونه ای از درگیری یا سقوط واقعی نبود. وقتی نزدیکتر شدن نه رد ترمزی بود، نه خراش روی دوچرخه، نه خون، نه گیاهایی که لگدمال شده باشن. هیچی نبود. انگار کسی عمدن دوچرخه رو اونجا گذاشته بود. وقتی پلیسا اینو به باری گفتن یه واکنش خیلی عجیب نشون داد. اون گفت شاید یه شیر کوهی بهش حمله کرده باشه. این فقط یکی از اولین داستانهای عجیب و غریبش بود. بعدش کلی حرفای غیر منطقی دیگه هم زد. رفتار باری از همون اول مشکوک بود. یه یوتیوبر به اسم تایسون یه گفتگوی مخفیانه باش ثبت کرده بود که توش باری بیشتر درباره تئوری شیر کوهی حرف میزد. جالب اینجاست که باری اصلا تو گروه‌های جستجویی که برادر سوزان آندرو را انداخته بود شرکت نکرد. آندرو کلاً به حرفای باری شک داشت و فکر میکرد سوزان شاید یه روز قبل‌تر یعنی 9 می ناپدید شده باشه. بعد از اون نگاه‌ها کم کم رفت سمت خود باری، چون کلاه ایمنی سوزان رو 1 مایل اونورتر از خونه پیدا کردن. دقیقاً جهتی که داده‌های GPS از کامیون باری نشون میداد. اون صبح به اون سمت رفته بود. اگه اون مسیر دقیقاً خلاف جهت شهر بروفیلد نبود، شاید پلیسا فکر میکردن یه تصادف ساده باشه. توی مصاحبه اولیه باری گفته بود ساعت 4 و نیم صبح با زنگ ساعت بیدار شده و مستقیم راه افتاده سمت بروفیلد، ولی داده های کامیونش یه چیز دیگه میگفت. اون اول 1 مایل رفته بود سمت غرب، بعد تازه حرکت کرده بود به سمت محل کارش. وقتی پلیسا ازش پرسیدن چرا، گفت که صبح زود رفته بوده دنبال گوزن، میخواسته ببینه به چه سمتی میرن تا بعداً بره دنبالشون. باری یه عادت عجیب داشت، گوزها رو بیهوش میکرد و شاخاشون رو میبرید برای فروش. وقتی پلیسا گفتن خب اگه 4 و نیم تازه بیدار شدی چطوری اون موقع رفتی دنبال گوز؟ گفت نه من زنگ ساعت نذاشته بودم، خودم بیدار شدم. بعدم گفت اون روز یکی از بهترین روزهای زندگیش بوده. میگفت صبح با یه همکار توی سالیدا کار میکرده، بعد زود برگشته خونه، با سوزان رفته کوهنوردی، با هم استیک درست کردن و بعدش هم صمیمی شدن. گفت با هم خوابیدن و اون آخرین باری بوده که همدیگر رو دیدن. ولی خب دوستان، همونطور که میدونیم باری اصلاً شاهد قابل اعتمادی نبود. وقتی پلیسا شروع کردن به بررسی دقیق‌تر فهمیدن تقریباً تو همه چیز دروغ گفته. داده‌های گوشی و ماشینش تو 9 می 2020 نشون میداد که کل ماجراهایی که گفته با واقعیت جور در نمیاد. حدود ساعت 2:42 تا 2:44 بعد از ظهر حرکات عجیبی دور و بر خونه داشته. خودش گفت احتمالاً داشته سنجاب شکار میکرده با داروی بیهوشی. ساعت 2:47 گوشیش رو گذاشته بود روی حالت پرواز و تا حدود 10:17 شب روشنش نکرده بود. حتی اون شام استیکی که ادعا کرده بودن با هم خوردنم مشکوک بود، چون پلیسا فقط یه ظرف کثیف پیدا کردن نه 2 تا. و اون شب اتفاقات عجیبتری هم تو خونه مورفی افتاد. پلیسا وقتی داده‌های شب ناپدید شدن سوزان رو دقیق‌تر بررسی کردن یه سری نکات خیلی نگران کننده دیدن. ساعت 9:30 شب، یعنی حدود 1 ساعت بعد از وقتی که باری گفته بود با زنش خوابیده، ماشینش یه حرکات عجیبی داشته. دنده عقب گرفته و حدود 30 متر از مسیر خونه
دور شده. بازرسا شک کردند که شاید همون موقع جسد سوزانو گذاشته پشت کامیونش. البته اگه واقعا قاتل بوده باشه. بعد از اون بین ساعت 3:25 تا 3:48 صبح رکوردها نشون میداد در کامیونش بیش از 80 بار باز و بسته شده. مدرک مستقیمی نبود، ولی همه چی بوی پنهونکاری میداد. همین باعث شد پلیسا دقیق‌تر برن سراغ اتفاقات روز بعد، یعنی 10 می. وقتی با همکاراش مصاحبه کردن، یه چیز عجیب معلوم شد. اون روز اصلا قرار نبود باری تو بروفیلد باشه. پروژهشون یه هفته بعد شروع می شده. یعنی عملاً اون روز کاری وجود نداشته که بره بررسیش کنه. باری گفته بود فقط رفته بوده هتل، بعد یه سر به محل کارش زده. از مغازه گرانولا آب خریده، بعدم یه توقف کوتاه تو مکدونالد داشته که شیشه ماشینش رو تمیز کنه. ولی دوربین‌های مدار بسته حرف دیگه ای می‌زدن. پلیس کلرادو فیلم گرفته بود که باری 5 تا کیسه زباله رو دم مکدونالد و کنار هتل انداخته. وقتی باهاش روبرو شدن یه توضیح عجیب داد. گفت آره من فقط میخواستم ماشینم رو تمیز کنم. طبیعتا پلیسا باور نکردن. وقتی ماشینش رو بررسی کردن بوی تند وایتکس و کلور توش پیچیده بود. حتی یه همکارش گفت یه روز بعد از ناپدید شدن سوزان اتاق هتل باری بوی تمیز کننده قوی میداده. و یه چیز دیگه، باری اون روز چند بار لباس عوض کرده بود. ولی با وجود همه این رفتارهای مشکوک هنوز پلیس هیچ انگیزه مشخصی برای قتل نداشت تا وقتی که رفتن سراغ زندگی خصوصیشون. دخترشون گفت اوضاع بین مامان و بابا اصلاً اونطوری که باری نشون میداد خوب نبود. وقتی پلیسا گوشی سوزان و وسایل شخصیشو از خونه پیدا کردن، پیامک‌ها همه چی رو روشن کرد. به نظرم باید گفت مشکل زناشویی یه کلمه خیلی ملایمیه واسه وضعیتی که داشتن. سوزان واقعا از زندگیش ناراضی بود. میگفت باری حتی حاضر نیست به طلاق فکر کنه. تو برنامه یادداشت گوشیش یه لیست بلند بالا از شکایت‌ها و نشونه‌های آزار فیزیکی نوشته بود. یه جا هم نوشته بود از اینکه با باری تنها توی اتاق بمونه میترسه. از مشروب خوردنش نگران بود، از اینکه هی میخواست گوشیشو بگیره. حتی شک کرده بود که داره بهش خیانت میکنه. وقتی پلیسا 20 می خونه‌شون رو گشتن، یه قلم ضبط صوت جاسوسی پیدا کردن که سوزان خریده بود تا باری رو موقع خیانت بگیره. ولی موضوع طنز تلخش اینه که اون قلم خیانت خود سوزان رو ضبط کرده بود. اون با یه مردی به اسم جف رابطه داشت، کسی که از دوران دبیرستان میشناختش. رابطهشون حدود 1.5 سال طول کشیده بود، از حدود 2018. البته پلیسا خیلی زود فهمیدن جف ربطی به قتل نداره، ولی باورشون این بود که باری فهمیده بوده زنش با یکی رابطه داره. یه یادداشتی هم که سوزان 2 روز قبل از ناپدید شدنش نوشته بود این تئوری رو تایید میکرد. توش نوشته شده بود که باری بهش گفته میدونم با یه نفر دیگه ای. اون قلم جاسوسی تنها مدرک مهم نبود، توی خونه چیزای دیگه ای هم پیدا شد. در پوش یه دارت بیهوشی داخل خوشکن لباس، یه پوکه خالی گلوله تو اتاق خواب، یه ترک بزرگ رو چارچوب در و تیکه های سوخته از دفترچه یادداشت سوزان تو شومینه. همه اینا کنار داده های GPS نشون میداد که شاید باری از قبل برنامه‌ریزی کرده بود و توی بعد از ظهر 9 می 2020 زنشو کشته. داده های گوشی سوزان هم همینو میگفت. بعد از اینکه ساعت 2:10 ظهر 53 تا پیام با دوست پسرش رد و بدل کرد و یه سلفی فرستاد براش، گوشیش دیگه هیچ وقت در دسترس نبود. مردم تازه 2 هفته بعد فهمیدن که باری مظنون اصلیه. وقتی پلیسا رفتن و یه پروژه ساخت و ساز تو سالیدار رو 2 روز تموم کند و کاری کردن. اون پروژه یکی از محلهای کاری باری بود. در جوابش باری یه ویدیو منتشر کرد و گفت من بیگناهم، لطفاً کمکم کنید زنمو پیدا کنید. ولی پلیسا باور نکردن. نهایتاً 5 می 2021 تقریباً 1 سال بعد از شروع پرونده باری دستگیر شد. مدارک علیهش غیر مستقیم بود، ولی دروغ‌ها و تغییر داستان‌هاش
باعث شد دادستانا مطمئن بشن و اتهاماتش از این قرار بود: قتل عمد، دستکاری مدرک، نگهداری سلاح خطرناک و تلاش برای تاثیر گذاشتن روی ماموران رسمی. و انگار اینا کافی نبود، یه مدت بعد به جرم رأی دادن با اسم زن مردش هم متهم شد. دادگاه مجبورش کرد $600 جریمه بده. آگوست 2021 جلسه مقدماتی دادگاه برگزار شد تا ببینن پرونده بره دادگاه یا نه و همونجا بود که بیشتر جزئیات پرونده علنی شد. 4 روز دادستانا مدارک رو زیر و رو کردن و گفتن احتمالاً چی شده. باری زنشو 9 می 2020 کشته، جسدشو تکه تکه کرده، وسایلش رو از بین برده و جسد رو یه جایی بی‌نام و نشون دفن کرده. وکیلای دفاع محکم ایستادن، گفتن هیچ مدرکی نشون نداده که تو ماشین یا هتل اثری از جنازه باشه. و تازه تفنگ دارت باری همون موقع خراب بوده، پس چطوری ازش استفاده کرده؟ اما برگ برنده یه تیم دفاعی DNA بود. یه نمونه DNA جزئی تو ماشین سوزان و رو کلاه دوچرخش پیدا شد که با باری هیچ تطابقی نداشت. و جالبه بدونین اون DNA با 3 پرونده تجاوز حل نشده تو شیکاگو و آریزونا یکی بود. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه قاتل زنجیره‌ای واقعی پشت این ماجرا بوده باشه. ولی این مدرک دیر مطرح شد، چون مأمور CBI که گزارش رو جمع کرده بود رفته بود خدمت سربازی و گزارش رو کامل نکرده بود. دادستانا هم اصلا این موضوع به وکلای دفاع نگفته بودن، یعنی مدرک تبرئه کننده رو پنهون کرده بودن. وکیلاش گفتن با وجود یه مظنون دیگه با سابقه جنایی هیچ مدرکی برای محکوم کردن باری وجود نداره. قاضی تصمیم گیری رو عقب انداخت، چون میگفت هزاران ساعت کار و هزینه صرف این پرونده شده، تا اینکه 7 سپتامبر گفت باشه پرونده ادامه پیدا کنه و وثیقه باری رو گذاشتن $500,000. 20 سپتامبر 2021 باری با دختراش از زندان آزاد شد، اما فقط 9 روز قبل از شروع دادگاه دادستانا درخواست دادن که تمام اتهامات بدون رد شدن کامل موقتا لغو بشه، یعنی هر وقت بخوان میتونن دوباره پرونده رو باز کنن. به خاطر اشتباهات پلیس و نبود مدرک قطعی بردن پرونده تقریبا غیر ممکن شده بود. چند تا از مهلت ها هم از دست رفته بود و 14 شاهد کلیدی حذف شدن. وقتی خبر تبرئه موقت منتشر شد همه شوکه شدن. باری با یه لبخند گنده از دادگاه اومد بیرون. و حالا 22 سپتامبر 2023 بعد از 3 سال تیم تحقیقی یه سری گور کم عمق پیدا کردن توی کلرادو. بقایا با دندون پزشکی و پورت شیمی درمانی سوزان تطابق داشت. جسدش حدود 80 کیلومتر دورتر از محدوده جستجوی اولیه پیدا شد، جایی تو کوههایی که به باری ربطی نداشت. همین باعث شد همه دوباره بپرسن آیا باری واقعا بیگناهه یا فقط زرنگتر از بقیه است؟ یه عده گفتن شاید کمک داشته تو جابجایی جسد. شاید اگر داده های ماشین و گوشیشو برای مدت طولانی تری بررسی کنن ردش به اون محل برسه، ولی فعلا ظاهراً باری تبرئه است. با این حال پلیس و دادستان هنوز ناامید نشدن. دادستان ناحیه 12 به CNN گفت پرونده هنوز بازه و فعلا نمیتونه نظر بده، ولی به خانواده سوزان تسلیت گفت. از اون ور وکیل باری آیریس خیلی پرحرف شده و میگه احتمال زیاد سوزان یکی از قربانیای یک قاتل زنجیره‌ای بوده، چون بقایاش توی منطقه معروف به اسم بونیارد پیدا شده. اون معتقد باری بیخود هدف قرار گرفته و بالاخره یه روز پلیسا مجبور میشن قبول کنن اشتباه کردن. توی همین حین باری یه شکایت $15 میلیون علیه دادستانا، اداره کلانتر و چند تا بازپرس تنظیم کرده. میگه به ناحق به قتل و ناپدید شدن زنش متهم شده. اگه از این پرونده خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب یادت نره. توی قسمت بعد میریم سراغ یه ماجرای عجیب تر. تا اون موقع مواظب خودت باش، چون هیچ کس واقعا نمیدونه پشت لبخندا
چی پنهونه؟ خدا نگهدار.